بفرمایید. سلام علیکم. پسر من اومده میخواد یه مطلبی بهتون بگه. بابا بگو. معذرت میخوام. دیروز شیشه رو من شکست. تو غلط کردی؟ آقای محترم اومده بچه عذرخواهی کنه. من هر چقدر خسارت شیشه تو بذار جیبت. این چه طرز صحبته؟ اگه شیشه شکسته رو سر بچه من تکلیف چی بود؟ چرا اینجوری صحبت میکنی؟ پسرت زده شیشه خونه من شکونده، تو رو اون وایسادی درس ادب به من میدی؟ بقا آقا به نام خداوند نعمت بخشنده رحم گستر. هرچند آنان دچار خطاها و لغزش‌هایی شده باشند، باید خطاهای آنها را ببخشند و از لغزششان چشم پوشی کنند. آیا دوست ندارید که خدا گناهانتان را بیامرزد و خداوند آمرزنده و مهربان است؟ آیا دوست ندارید که خدا گناهانتان را بیامرزد